سلام دوستان عزیز. برای بازی کال آف دیوتی اومدیم. با صدای خود بازی خیلی بد بود، من مجبور شدم دوباره ریکوردش کنم و دوباره از رو بازی صحبت کنم. خب اینجا اسنایپ DLQ33 رو گرفتم و چون میخوام اسنایپمو گلد کنم بخاطر همین دارم از دور میزنم، وگرنه من آدمی نیستم که از دور بزنم، کلا میرم تو دل دشمن. بخاطر همینم مجبور شدم از دور بزنم و الانم که خب میخوام اسنایپرم گل کنم. خب حالا الان برمیگردم میرم داخل این ساختمونه. از داخل ساختمون راحت‌تر بودم بازی کنم. بعد اینجا مسیر گم کرده بودم، خیلی وقت بود اینجا بازی نکرده بودم. بعد اینجا دراز میکشیم، کم میریم جلوتر. بعد اینجا دیگه کیلام شروع میشه، ولی بازیکن اول نشدم، بازیکن دوم شدم. اینجا اینو نتونستم بزنم. بعد اون یارم زد اونو متاسفانه. اینجا یه نزدیک بود بزنمش ولی در رفت متاسفانه. اینم نزدیک بود بزنم، ماشین اگر نبود زده بودمش. اینجا اینو زدم، اینجا پشت چیز اینو زدم. بعد اینجا هم یه دونه دمیج دادم، سریع یکی دیگه زدم تا اون نزنه من کیلو بگیرم. بعد اینجا هم دوباره یه نفر دیگه زدم، وان شات در اصل. اینجا داشت منو میزد، من دیگه حواسم نبود، میخواستم بزنمش که اون یارم زده دیگه، دستش در نکنه وگرنه میمردم. اینجا هم که فکر کنم 2 نفر رو زدم ولی 1 نفر رو زدم، اون 2 نفر اون یکی یارم زده بود. بعد میام اینجا اینو نزدیک بود بزنم، اینا رو نمیزنم چون خیلی انقدر تکون میخوردن که والا. بعد اینجا اومدیم اینو یه هدشات مشت زدیم. اینجا نزدیک بود بزنم که یارم باز دوباره زد، یارم شاید میزنه. اینجا هم که نزدیک بود باز بزنیم، خب من خیلی نزدیک میزنم. بعدش که اینجا هم زدیم، اینجا هم زدیم، اینم میزنیم. حالا از این چیشی میگه اسمشو، از این آهنگ ژاپنی بخش میکنه، اینکی میگیریم 1 نفر 2 نفر. اینجا سومی خواستم بزنم باک خوردم، چیه آخه. بعد اینجا زدیم، اینم زدیم، متاسفانه تا خواستم بزنم من زد. بعد دوباره ادامه بازی. اولین بار فکر مردم، آره اینو اولین بار بود مردم. بعد دوباره رفتم بالا. اینجا دوباره باگ خوردم، باگی در است. بعد دوباره رفتم بالا، اینجا دوباره دراز کشیدم. 44 تا مونده بود، یعنی چند تا مونده بود ببریم، یعنی 47 تا شد. اینجا من یه دونه رفتم بزنم، این در رفت. اینم زدیم. بعد اینم نزدیک بود بزنیم، اینم که اون یارم زد و بازی رو بردیم. امیدوارم از این بازی خوشتون اومده باشه. حمایت کنین، لایک کنین، کامنت حتما بذارید، سابم بکنید. دوستتون دارم، خدا نگهدار.